شیخ راستی من همین ای کودکیم یا چند وقت همین فقط واسط تعبیر همین خو میگفتید که من با مثال پیش همین کار چی یعنی که خو من بسیار میبینم ده هم خوایی که مثلا این دنیا و دنیا دیگر هم بسیار در خو میدونه یعنی که بسیار شما در همین زندگی بودنم در همین واقعه در چین دیدستم مثلا همه رفتم یک چی میکردین میگفته مثلا ما یک خود همین اخیران رو دیدم ده کم تا خودم در دیدم سخت ترس در آمدگی چی مثلا خب دیدم در جهنم گشته استم من ایدنستم کسی میگیرد میگه این جهنم رو تماشا کن تو لیکن نمیسوزی گفته در تای پایم آدمو سوخته تا زانو تا دهانش سوخته است از که اما اومد نمیسوزم شمالش مثل شمالی بهار واری هم که ما شمال میتونه که نمیسوزانم من که همجا گذار میکنه اما تا حال با خود نایمادم همین مقصد ما که همین شما حالا خدا من خوب کردم من خشم صحبت من میفهمم که چیکار کنم مثلا چی بوده که مثلا بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى هر انسانش رو هر گونه هدایت میکند. الله سبحانه و تعالی هر انسان رو هر گونه هدایت میکند و یک خوبی که سبب پیشروی ایمان شما باشد، خوبی که دیدن جنت باشد، خوبی که از دیدن دوزخ باشد و مرد انسان ترساند، خوبی که این خوبها باشد، این خوبها خیر است، انسان به پیش ببرد خیر است. و البته خوبهایی که از جانب الله سبحانه و تعالی، خوب هم اولین وحی به پیامبر صلی الله علیه و آله خوب بود، دیدن خوب، رؤیت صالحه بود. رؤیه صالحه یعنی خوب دیدن خوبهایی که فساد است و نامعلوم است و جنگ و جدال است، نه، خوبهایی که صالحه. و علامت های نبوت زیاد است. همه علامت های نبوت البته که بعد از وفات پیامبر رفت با پیامبر، اما یگانه علامتی که من و شما هم به من و شما هم آمدنش ممکن است این رؤیه صالحه است، خوبی صالح، خوبی درست، خوبی که انسان میبیند. میگم پیامبر فردایش همون خوب دیدهش در وقتهای کم بعد از یک چند روز به انجام در پیش چشم به انجام میرسد. خوب دیدهش یعنی به وقوع میپیوندد. خوب میبینید میخیزید که خوب شده است، همون خوب در زندگیتون میاد. این چنین حادثه ها هم است و این خیر است، این خیر است، این بد نیست. اما در مسئله دیدن جهنم، شما جهنم رو دیدید و ترسیدید و گفتگو کردید تا به اینجا رسیدید که با برادرای مسلمان خود در تماس باشید، این به شما خیر است. عادتا چیکار باید کنید؟ از همون آتشی که شما در خواب دیدید، این آتشی که مردم میسوزند و این آتشی که حق است و این آتشی که در قرآن ذکر شد که عاقبت مشرکین و کفار است، عاقبت سرکشان و عاقبت فاسقان و منافقانی که سرکشی از عمل و از اطاعت الله و رسول میکنند، همون آتشی را که دیدید ترسیدید، پس باید از همون آتش خود را نجات بدید، پس باید حرکت بکنید که به همون آتش نروید. چیکار باید کنید؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیاموزید. اصل دین نمین است، اساس دین نمین جمله است، لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام پیامبران آمدند از آدم علیه السلام تا روز قیامت، همه پیامبرانی که آمدند، همه مسلمان هایی که آمدند، فقط به خاطر انمین لا اله الا الله آمدند. انمین لا اله الا الله شما را از آتشی که دیدید و از آتش جهنم نجات میدهد. همین لا اله الا الله کلید جنت است و سبب داخل شدن به جنت است. انمین لا اله الا الله هست که من شما به این دنیا خلق شدیم به خاطر عمل کردن به لا اله الا الله. الله امر کرد که فعلم انه لا اله الا الله، بدون که نیست معبود بر حق بجز الله. لا اله الا الله به دو قسم تقسیم میشه. لا اله الحق یک قسم، یعنی نیست معبود بر حق یک قسم، الا الله بجز الله. یعنی این لا اله الا الله یک کلمه مختصر است، کوچک است، مایده است، لیکن
معنای بزرگ دارد و تمام دین را در بر میگیرد. همین لا اله الا الله دو چیزی اساسی دارد که رکن اساسی چیز گفته میشد. یکمینش انکار است، دومینش اثبات است. یعنی انکار میکنید طاغوت ها را، انکار میکنید شرک را، انکار میکنید کفر را، یعنی قبر پرستی را، درخت پرستی را، سنگ پرستی را، آدم پرستی را، طاغوت پرستی را، لشکری طاغوت شدن را، حکم غیر الله را، محکمه های طاغوت را، سودیه ها را انکار میکنید. شرک کفر انکار کردید. استهزا و مسخره بازی به دین و اینا را همیشه انکار میکنید. و این چنین انکار میکنید مشرکین را. هر کسی را دیدید که مشرک است، کافر است، او را انکار میکنید. میگید که تو کافر هستی، تو مشرک هستی، تو الله عبادت نمیکنی، من تو را انکار میکنم. همین است لا اله الحق، نیست معبودی بر حق. بعد از اینکه شرک و کفر انکار کردید، بعد از اینکه مشرکا را انکار کردید، بعد از این چی میگوید؟ الا الله، بجز الله اثبات میکنید. میگوید که یگانه الله را قبول میکنم، ایمان می آورم، باوری میکنم، تصدیق میکنم، اطاعت میکنم، بزرگ میشمارم، گفته هایش را بجا می آورم و به رسولش محمد صلی الله علیه و سلم که بنده و رسول او ایمان می آورم. انمین است ایمان و اسلام. هر چیزی که در قرآن آمد، در سنت آمد، قبول میکنم. الا الله، بجز الله، الله که یکتا است، تنها است. حکمی که در قرآن و سنت آمد حکم الله است. الله که ما را خلق کرد، الله که یگانه باید عبادت کرده شود، یگانه از او طلب کرده شود. دعا را تنها از الله میکنم، از غیر الله من براءت میکنم. من لشکری کافرها نمیشوم، لشکری مشرکان نمیشوم. میگوید اگر لا اله الا الله را همچنین فهمیدید، علم آموختید، همین لا اله الا الله به باوری کنید، همین معناش به باوری کنید. صادق باشید، مسلمان دروغی نباشید، صادق باشید، راستگو باشید. وقتی که من مسلمانم، لا اله الا الله محمد رسول الله گفتید، صادق باشید. نگوید که دل من پاک است، من عمل نکنم هم دلم نغز، دلنده گپ همیش دلنده. گفته که آدم این دروغ است، این کذاب است، این لا اله الا الله گفتهش قبول نیست. گپ دلنده نه، گپ هم دل به، هم دهن به و هم جسم به. باید دل شما مسلمان باشد، زبان شما مسلمان باشد، عمل شما مسلمان باشد. یک کس لا اله الا الله بگوید اما نماز نخواند، روزه ندارد، حج نرود، عمل نکند و بعد از این گوید که همین گپ دل به، دل من پاک است. نامعقول کرده، دلت پاک میشد عمل میکردی، عمل نداری، دلت خبیث است، تو مسلمان نیستی. باید اخلاص داشته باشید. وقتی که لا اله الا الله را گفتید، علم داشتید، باوری یقین کردید، صادق شدید، عمل کردید. محبت باید داشته باشید. محبت شما باید نسبت الله باشد. الله دوست دارید، رسول الله دوست دارید، هر چیزی که الله دوست می‌دارد دوست دارید. الله چرا دوست می‌دارد؟ الله قرآن دوست دارد، سنت دوست دارد، مؤمنین موحدین دوست دارد، حق را دوست دارد. هر چیزی دوست داشته الله دوست دارید. هر چیزی بد دیده الله را بد ببینید. الله شرک بد می‌بیند، کفر بد می‌بیند، نفاق را بد می‌بیند و ریده و مرتدین را بد می‌بیند، فاسق‌ها را بد می‌بیند، گناه‌ها را بد می‌بیند، از زنا و دزدی و حرامی، موسیقی و این و آن، همه اینها را بد ببینید. شرک و کفر بد ببینید. مشرکایی که قبر پرست هستند بد ببینید و یگانه الله و رسول الله و دینش و مؤمنین و مسلمین را دوست دارید و بعد از این همه عمل خود را تنها به خاطر الله انجام بدهید. اخلاص داشته باشید. اخلاص چیست؟ یگان مراتبه، یگان بار قبر نزدش به نروید. قبر رفته طواف کرده یا که از وی فرزند طلبیده، از وی طلبی کمک کرده، به سری قبر برده یک تا گوسفند کشته، اسالک شفاعت یا رسول الله گفته، از سری قبر پیامبر رفته ای رسول الله من از تو شفاعت می طلبم. نگوید که مشرک میشوید. 1000 سال نماز خوانیدم کافر مشرک، لا اله الا الله فایده ندارد. و بعد از این قبول کنید. یعنی وقتی که لا اله الا الله میگه شما قبول کنید. چرا؟ هر چیزی که رسول الله آوردن، هر چیزی که الله فرستاد در قرآن
شرک حرام گفته شد. مشرک کسی که شرک میکند کافر گفته شد. در قرآن نوشیدن عرق حرام است. در قرآن حرام مرده حرام است. در قرآن به بسم الله گوشت کشته حرام است. در قرآن قمار، شراب، دزدی، آدم کشی که بغیر حق باشد همیش حرام است. حرام حرام بگید، حلال حلال بگید. هیچ وقت حرام الله حلال نگویید که لا اله الا الله به شما فایده ندارد. امرهای الله به جا بیارید، قبول بکنید و حکم الله دانید که همه حکم باید به حکم الله باشد. دانید که امروز این پادشاهایی که به حکم غیر الله حکم میکنند کفار مشرکینند. لشکرهایی که به این حکومت‌های طاغوتی کمک میکنند کفار مشرکینند، مرتدینند. همین به اطاعت بکنید. این سودیه هایی که امروز قنات‌های سودی پوشیده مردم تو 20 سال، تو 10 سال، تو 100 سال، تو رو، تو خواب کن، تو بیدار شو میگن کفار مشرکینند. این حق ندارند. این حق الله هست سبحانه و تعالی. این است معنای لا اله الا الله. قبول بکنید هر آورده رسول الله. رسول الله چه نماز خوانده باشند همون خیل نماز بخوانید. چه روزه داشته باشند روزه داشته باشید. چه خیل عقیده داشته باشند همون خیل عقیده داشته باشید. و بعد از این انقیاد عمل بکنید. عمل بکنید. دل من پاک از گفته نگردید، لیکن عمل رو از پیش خود نکنید. عمل رو به موافق آورده رسول الله بکنید. انمین است لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله دو رکن دارد، نفی است و اثبات است. کفر به طاغوت است و ایمان به الله است و 7 شرط صحت دارد. علم است و یقین است و صدق است و محبت است و اخلاص است و قبول است و انقیاد است. کسی که این چیزها را نداند، عمل نکند، مسلمان نیست. لا اله الا الله گفتن به او فایده ندارد. هیچ عملش فایده ندارد. انا همین عملها را انجام دهید. همه مسلمان ها همین عمل انجام بدهند، ان شاء الله از آتش دوزخ انسان نجات مییابد و خوشبختی این دنیا و آخرت در همین لا اله الا الله است.